و یک گفتگوی بیشتر پیرامون این خبر همراه شیم با مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر. آقای رئیسی، وقت شما بخیر. خب در سیستان و بلوچستان ما باز هم شاهد هستیم که به جای اینکه متهم بازداشت بشه، کسی بازداشت میشه که افشاگر پرونده تجاوز به دختری در اون منطقه بوده. این برخوردها چه تأثیری میذاره بر مردم منطقه؟ من بذاری اینجوری تحصیل کنم. افشاگر این تجاوزی که صورت گرفته خانواده اون دختر قربانی بوده و که همچنان تحت فشار هستن. به نظرم بهتر اینجوری بگیم کسایی که خواستار اجرای عدالت بودند دارن بازداشت میشن، تحت فشار قرار میگیرن. نمونهش همین خانم فائزه براوی، دختر 23-4 ساله‌ای که در تاریخ 11 مهر بازداشت شده در زاهدان. ایشون فقط خواستار این بوده که به پرونده تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به اون دختر 15 ساله رسیدگی بشه که توسط نهاد امنیتی بازداشت شده. فائزه طی این مدتی که در بازداشت بوده به شدت تحت شکنجه روحی روانی قرار گرفته. حتی اونجا مأموران بهش اعلام کردن که به حکم اعدام میدیم و از این طریق خواستن بهش فشار بیارن. به خانواده‌اش بسیار فشار زیادی آوردن. در تاریخ 10 آبان ماه جلسه دادگاهش بدون وکیل برگزار شده. اتهاماتی هم که علیه ایشون مطرح کردن اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام است. این در صورتیه که ایشون نه در تظاهراتی شرکت کرده و نه در خیابون اعتراض کرده، فقط در ممکنه سوشل میدیا و یا به هر حال به این صورت اعتراض کرده و گفته که خواستار پیگیری این پرونده باشین. و الان هم رأی دادگاه صادر شده و دیروز خبرش اومد که 3 سال و 6 ماه حبس تعزیری ایشونو محکوم کردن و الان هم در زندان زاهدان هستن. آقای رئیسی، از آخرین وضعیت در سیستان و بلوچستان برای ما بگین. چه جمهوری اسلامی در این استان خشونت خونین‌تری میکنه؟ به نظر من جمهوری اسلامی نگاه میکنه که ما در کجا یک هزینه کمتری داریم پرداخت میکنیم. توی سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی اینو به خوبی الان پی برده که هزینه‌ای که اونجا داره پرداخت میکنه بسیار کمتر است. ما اگه مقایسه کنیم مثلا یک نفر رو در یکی از شهرهای مثلا تهران و یا شهرهای مرکزی کشته بشه خیلی سر و صدا میکنه. منتها کشتن مردم بلوچ جمهوری اسلامی اینو میدونه، رسانه ها، سازمان های بین المللی، و این البته برمیگرده به اون ساختاری که توی بلوچستان ما داریم. متاسفانه ساختاری مثلا هم اطلاع رسانی، هم رسانه‌ای، هم فعالینی که اونجا هستن بسیار تحت فشار هستن و این باعث شده که جمهوری اسلامی به این موضوع بیشتر چیز کنه و هزینه سیاسی کمتری بده. و این مثلا بازداشت هایی هم که ما در سیستان و بلوچستان خود مقامات قضایی اعلام کردن که بیش از 600 نفر بازداشت شدن. البته همین آماری هم که اونا میدن من به نظرم نمیشه بهشون اعتماد کرد. بسیار بیشتر ممکنه کسایی که اونجا بازداشت شدن تعدادشون باشه. حتی در موضوع اعدام ها هم ما در توی همین 8 ماه اخیر که از سال 1401 میگذره بیش از 120 نفر اونجا اعدامی داشتیم که تازه کسایی هم هستن که آمارشون رو تونستیم فعالای حقوق بشری تونستن پیدا کنن.